با استقبال شایسته از تأسیسیابی روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در ناحیه نوسیر خسرو چاره‌بینی‌های سیاسی و فرهنگی برگزار گردیده، در این روز رهبریت و مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی به منزل استقامتی والدین سربازانی که هنگام ادای خدمت مادر وطن فوتیده و جراحت وزنین برداشتند، رفته از شرایط زیستی آنها باخبر گردیده، در این روز به پیوندانشان یک مقدار مواد خوراکه و کمک یک وقتینه مالیوی رسانیده شد. ضمن این تدبیر گفته شد که خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری و حمایت خاک پاک این مرز مقدس کشور بهشت‌آسا قرض ایمانی و وجدانی هر یک جوانمردی با ننگ و ناموس وطن به حساب می‌رود. مسئولین هنگام عیادت پیوندان این دلیران وطن از دستگیری و غمخوری‌های روزافزون پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان نسبت این گونه جوانان شجاع و دلیر و وطن دوست سخن رانده تاکید داشتند که خدمت‌های شایان این گونه ابرمردان وطن که بهر این ملت و دولت جان خود را دریغ نداشتند، هیچگاه از جانب حکومت مملکت مخصوصاً پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان فراموش نخواهد شد. پس از دیداربینی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی و کارمندان مقامات حفظ حقوق ناحیه بهر بالیدروهی افسران و سربازان و تبریک این رادمردان اصیل وطن به دیدبانگاه سرحدی سنگوبه قسم حربی 0317 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ناحیه نوسیر خسرو رفته آنها را به این روز فرخنده‌شان تبریک و شادباش گفتند. در چاره‌بینی ذکر شد که خدمت در صف قواهای مسلح و حمایت مرز و بوم این سرزمین مقدس اجدادی برای هر یک جوانمرد اصیل وطن مکتبی مردانگی بوده، سربلندانه ادا کردن آن برای جوانان و والدین آنها در نزد این ملت و دولت مایه افتخار و شرفمندی میباشد. در چاره‌بینی تحفه‌های رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی از قبیل کتاب و یک چند نامگوی مواد خوراکه به افسران و سربازان این قسم حربی تقدیم گردیده، همزمان برای آنها دسترخوان عیدانه نیز تشکیل کرده شد. از جانب مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه بهر رشد ورزش و عمومیت پیدا کردن آن به افسران و سربازان توپ والیبال، فوتبال و ششکه و شاهمات همچون تحفه عیدانه تقدیم گردید. ما خدمتچیان حربی قسم حربی 0317 نداری خود را به رئیس ناحیه نوسیر خسرو می‌رسانیم که هر یک چاره‌بینی فرهنگی، فراغتی و سیاسی که می‌شود در ناحیه اومده از حال احوال ما با خبر می‌شوند، چیزهای لازمی که به ما لازم باشد تامین می‌کنند. به خاطر روحبلندی افسران و سربازان بخش کشاورزی ناحیه نوسیر خسرو چاره‌بینی فرهنگی تشکیل نموده، در آن اهل هنر با سرود و ترانه‌های وطن دوستانه خاطر اشتراکداران را بالیده گردانیدند. در ادامه از این چاره‌بینی با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه نوسیر خسرو چنین واخوری‌های عیدانه در دیدبانگاه سرحدی تگناب راه‌اندازی کرده شد. در این تدبیر اشتراکداران برآمد کرده افسران و سربازان این قسم حربی را بخشیده به 32مین سالگرد روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شادباش گفته بهر آنها چاره‌بینی با شکوه فرهنگی تشکیل نمودند. یادآور شدند به مورد است که استقبال چنین عید و چاره‌بینی‌های سیاسی و فرهنگی از تنجی و آرامی و صاحب استقلالی کشور عزیزمان شهادت داده، این گونه نعمت‌های بزرگ دولتداری با زحمت و تلاش‌های شبانه روزی فرزانه فرزند ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به دست آمده است که تاریخ بی‌نظیرش می‌خواند. قابل قید است که تنتنه‌های عیدانه بخشیده به روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در یکی از دوردست‌ترین ناحیه‌های مملکت ناحیه نوسیر خسرو از جانب رهبریت و مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی در سطح بلند تشکیل و برگزار گردید. ابوبکر شکریم، امامعلی شریف، نموزلی ارگش برای برنامه اطلاعاتی اخبار از ناحیه نوسیر خسرو.